میخواستم یک صحبت بکنم. ببینید امروز مشرکین از یهود و نصارا شروع کرده تا این قبوری های صوفی و رافضه و حزبی و اوزیری به محبت ما اهل توحید به همدیگر، مسلمان ها به همدیگر محبتی که داریم، احترامی که داریم، اینها حسد میکنند. حسد میکنند. هیچ کس هم تا همین روز یگان کس در بین ما کسی را معبود نگرفته است. مبارزه ما به همین معبود گرفتن است. انسان ها را یا دیگر چیزی را که بغیر الله میگیرند. مبارزه ما به آدم پرستی است. ما برعکس همه ما از من و دیگر برادرها شب و روز مقصدمون، وظیفه‌مون، مسئولیتمون، کارمون همین است که بارک الله فیکم ای مردم از عبادت بندگان به عبادت الله بیایید. وظیفه ما همین است. این حزبی ها هستند که آدم پرست هستند، طاغوت ها هستند که مردم به خودشون آدم پرستی دعوت میکنند و طاغوت پرست ها میپرستند. این صوفی هستند که به خاک پرستی و آدم پرستی و سنگ پرستی و قبر پرستی دعوت میکنند. این رافضه و اوزیری ها هستند که دفاع از مشرکین و این با قبر پرستی دعوت میکنند. ما اولین دعوتمون و آخرین دعوتمون و شب و روز مقصد ما همین است که ای مردم از عبادت بنده ها به سوی عبادت الله بیایید. بنده پرستی رو، جماعت پرستی رو، حزب پرستی رو، طاغوت پرستی رو ترک کنید و به سوی الله پرستی بیایید. و خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم به بشریت هم اساس بزرگش همین بود که مردم رو از عبادت العباد، از عبادت بنده ها به عبادت رب العباد، به عبادت رب همین بنده ها برآوردن. یعنی از غلامی به سربلندی، از آدم پرستی به الله پرستی آوردن و ما هم در همین راه هستیم. اما ببینید چگونه ای که مشرکین احترام صحابه رو میدیدن نسبت پیامبر، غضبشون می اومد. تا روز قیامت هر کسی که همین راه و منهج پیامبر صلی الله علیه وسلم رو بگیرد، دعوت بکند و دیگر مسلمان ها او رو احترام بکند، مشرکین غضبشون میاد، حسدشون میاد. تا امروز حسد و غضب اینها در بالای احمد ابن حنبل ببینید چقدر زیاد است. تا امروز حسد اینها در بالای ابن تیمیه رحمه الله، محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله چقدر زیاد است. تا به امروز حسد اینها در بالای سلف این اومد. یکی از سلفا امام بخاری رحمه الله کتاب صحیح بخاری را چیکار کردنشون نمیدونن. صوفی ها، اشعری، ماتریدی ها میخوان که کتاب نباشد، میخوان که امام بخاری نباشد، لیکن دیگر علاج نیست، مجبورن زبانشون گزیده، خون دهانشون برآورده میگردن. اینها نمیخواهند که نام سلف اصلا باشد. اینها حسد دارند. اما به دلیل قرآن و سنت آمده در نزد مسلمان ها ایستاده، همون فکر و اندیشه خودشون رو، دینداری خودشون رو ثابت کردن نمیتوانند. اینها میدانند که باطل هستند. این عازری، صوفی و این باطل ها و این جماعت ها و حزبی ها میدانند که باطل هستند، میدانند که گمراه و به شرک کفر غوطه زده و طاغوت پرست هستند. این علمای طاغوت هم میدانند که گمراه هستند، در رو بروی ما اینها شکست میخورند. پس اینها طریقه دیگر رو میگیرن، طریقه همه مشرکین از زمان اول تا روز قیامت. همین یک طریقه مشرکین یک طریقه است، طریقه مرتدین، طریقه مشرکین همین است که میخواهند موحدین را به هم دیگر چی کنند؟ جنگ اندازند. جنگ اندازانی که نشد، فتنه را که نتوانستند که ایجاد بکنند، میخواهند که احترام موحدین بین هم دیگر کم بشود، علمای خود را، طالب علم های خود را احترام نکنند. شما برادرهایی که مرا گوش میکنند، با من چیکار کردن که اینها مرا معبود گرفته باشند؟ هیچ کاری. این برادرها وظیفه خودشون را که الله به گردنشون گذاشته است، رسول الله به گردنشون گذاشته است، صحابگان به بالای اینها و دیگر علمای سلف گذاشتن که سخن حق را شنیدی بگو که سمعنا و اطعنا. یک عالم طالب علم اهل سنت را بدیدی، در پهلویش باش، در دستگیریش باش و در جماعتش باش. این همه امر قرآن و سنت است.
واعتصموا بحبل الله را که دیدند که یک طالب علم حبل الله را میکشد در قرآن و سنت و منهج سلف صالح است، آمدند و به گرد همین طالب علم جمع شدند. سخن را از این طالب علم کورکورانه نمیگیرند، از هوا نمیگیرند. سخن این طالب علم هیچ کسی قبول ندارد بجز همان سخنی که به قرآن و سنت به فهم سلف است، به نام حدیث و مکان این حدیث و آیات، رقمهایش و صفحه‌اش است. ما برای این امت هیچ کاری نکردیم، یگان کاری نکردیم بجز اینکه ما همون چیزی بوده رو به شما رسانیده ایستادیم. ما بین شما ای مردم و بین قرآن و سنت میانه رو هستیم، قرآن و سنت رو گرفته به شما میرسانیم. اما وقتی اهل این بدعت و اهل ضلالت، قبوری ها و مشرکین و جهمی ها به ما هجوم میکنند، برادرهای ما پیش راه اونها رو میگیرد، غضبشون میآید که چرا این ابو محمد مدنی این طالب علم رو اینا دفاع میکنه، چیکار کرد؟ ابو محمد به اینها چیکار کرد؟ هیچ کار. پس اینها ابو محمد را پرستیده شدن. نه، این پرستیدن نه، این واجبات هر یک موحد است که همدیگرش را دفاع بکنه. برادر ابوذر گفتند که ما ابو محمد مدنی را به خاطر علمش احترام میکنیم. این سخن غلط است. ای برادرم، تو باید ابو محمد مدنی را به خاطر موحد بودنش دوست بداری، به خاطر مسلمان بودنش دوست بداری. مگر الله سبحانه و تعالی در قرآن گفت که تو فقط عالم را دوست بدار و طالب علم را دوست بدار؟ مگر الله موالات را اصل دین منو تو نکرد که یک موحد را دوست بداریم، دفاع بکنیم از بودنش؟ انمین عباره که در بین تاجیکو هست عباره خیلی غلط است که من فلانی را فقط به خاطر علمش احترام میکنم. پس اگر علم نداشته باشد چی؟ احترام نمیکنی؟ تصور کنید که ابو محمد مدنی علم ندارد، احترام ندارد، پس زیر پای قدم است؟ نه، این غلط است. انا همین هجوم عاذری ها شما را به همین درجه آورده است. بلکه ما هر یک موحد را دوست می‌داریم، هر یک موحد را احترام میکنیم. هر یک موحد این نور دیده ما هست، نه به خاطر علمش، به خاطر یکتا پرستیش، به خاطر توحیدش، به خاطر اینکه الله را دوست می‌دارد و الله هم او را دوست می‌دارد که موحد است، به خاطر اینکه الولاء و البراء دارد، به خاطر اینکه عقیده صحیح اهل سنت و الجماعه دارد. ما دوستش می‌داریم. دوست داشتن این انسان برای ما فرض است. اما بیچاره علم ندارد لیکن دوست داشتن این انسان برای ما فرض است. احترام کردنش فرض است، حمایت کردنش فرض است، قدردانی کردنش فرض است، نصرت دادنش فرض است. در قرآن و سنت نآمده است که فقط طالب علم را به خاطر علمش دوست بدار، علم نباشد زیر پایش بکن. از این میبرد که من علم دار، شما علم ندارید، من چیکار بکنم؟ شما رو دوست ندارم، احترام نکنم، زیر پا بکنم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم، امام الموحدین، خلیل الله، افضل البشر، خیر البشر، سید ولد آدم، کسی که مقام محمود دارد، داده می شود براش. این انسان بلال حبشی سیاپوسته که غلام بود، به مشرکین غلام بود، احترام میکرد، دوست میداشت، حمایتش میکرد و برایش گفت که ای بلال، من صدای پایافزال تو را در جنت شنیدم. به بسیاری دیگر صحابه نگفتم، به بلال گفتم. انا این را میگن موالات شب روز میگیم که اصل دین است. موالات اصل دین است. خواهرت، برادرت، یک کمپیر، یک بابا، یک کودک که فرزند موحد باشد، یک به علم، یک بی علم، یک مریض، یک زیبا، یک نازیبا، یک سیاه، یک سرخ، یک چشمدار و یک بیچشم و نابینا، یک فقیر و قمبغل خاکالود، یک بای و بدولت، همه اش در نزد ما برادر است، برابر است. فقط به خاطر توحیدش ما اینها را دوست می‌داریم و البته که هر کسی که پرهیزگارتر باشد و بهتر در دین باشد، دوست داشته تر است در نزد الله و رسول مؤمنین. این اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما در نزد الله
با تقواترین شماست. بهترین شما در نزد الله عالمترین شما با تقواترین شماست. عالم اگر علم داشته باشد و توحید نداشته باشد مگر هم به خاطر علمش حرمت میکنی؟ این است مشکلی شما. برای این مشرکایی که علم دارد میگن این ببینید بسیار تاجیکا رو ببینید میگه که خیر این خدمتگار طاغوت باشد هم این شرک داشته باشد هم آخر عالم است که به خاطر علمش حرمت بکنید. نه، احترام دوستداری فقط به خاطر الله، به خاطر یکتاپرستی است. یک انسان عالم بشود و شرک را جایز بگوید، عالم بشود کفر را جایز بگوید، عالم بشود و جانبدار کفار مشرکین باشد، علم دارد، آیا ما به خاطر علم او را احترام میکنیم؟ برادر عزیزم، این از اصل دین است. موالات مؤمنین از اصل دین است. همین سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم در همه حالت ها الگو برای ما هست. پیامبر رو ببینید در گرد اطرافشون کی بود؟ بسیاری ها بیچاره ها، نه خونده میتواند نه نوشته میتواند، لیکن ایمان آورد به پیامبر صلی الله علیه و سلم، عزیز شد. مؤمنین در بین همدیگر آیا به خاطر علم همدیگر احترام میکردن همدیگر را؟ نه، به خاطر توحید. و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین. مؤمن ها در بین همدیگر خاکسار و متواضع هستند، همدیگر را دوست می‌دارند، حمایت میکنند در بود و نابود، اما در بین کفار و مشرکین این بدبخت ها عزت دارند، سربلندند، سخت میستند. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. محمد رسول الله است و همراه محمد صلی الله علیه و سلم بوده. صحابگان خیلی هم سختگیر به کفار و رحمگین بین هم دیگر بودند. البته طالب علم و علما احترامش به خاطر دعوت کردن، به خاطر علم داشتنش نسبت به دیگرها زیادتر است، زیرا که بسیار مردم او را میشناسند، خدمتهایش را قدردانی میکنند. ما این چیز را انکار نمیکنیم. دوست داشتن عالم بعد از این که تو اصل دین را آوردی، بعد از این که این برادر را موحد میدونی، دوستش میداری، بعد از این عالم شد، البته سبب دعوتش و عملش و علمش دوستداری را زیادتر میکنند. ما این را قبول داریم. به برادر هم میگیم بله، اما مقصد برادر هم همین است. از درون موحدین یک طالب علم را دوست می‌داریم. اما برادرهای عزیزم، به اهل بدعت شما نگویید که ما این را به خاطر علمش دوست می‌داریم. بگید که این برادر موحدی ما است، این جان ما هست، این برادر ما هست، این دوست ما هست. ما دعایش میکنیم، نصرتش میدهیم، نه فقط در حق من، در حق همدیگر همچنین باشه، در حق همه موحدین. و اگر همچنین معامله کردید، قسم به الله اهل بدعت از بغض و عداوت و حسد میمیرند. برای همین به اینها میگه که موتو بغیظکم، به همون غیظتون، بدبینیتون، حسدتون و بخیلگیتون بمیرید. دیگر راهی نیست، یا میمیرید دیگر یا توبه میکنید. الله اکبر. بارک الله فیک.